وقتی رتبه میگیرد، وقتی مقام میگیرد، وقتی وظیفه میگیرد، نباید مغرور شود. وظیفه و رتبه و جایگاه و مقام را امتحان بداند و آن را در خدمت مسلمانان، در خدمت جمعیت استفاده نیک کند. در همین حالت در قلب انسانهای مسلمان محبت پیدا میکند، مردم رو دوست می‌دارند، عزت و احترامش میکنند. پیامبر محبوبمون میگوید لا تنظروا من هو فوقكم، در نعمت از خود هیچگاه بالاتر را نگاه نکنید که شما را مایوس و ناامید میکند، شما را ناشکر میکند. اگر همین یک دوچرخه داری به همون خوشحال باش، بالاتر و بالاتر را نگاه نکن، اما زحمت و مهنت بکش. یعنی حسرت نخر، حسد نخر به یک انسانی که از تو بالاتر جایگاه دارد. پیامبر محبوبمون میگوید که حسد حرام است، اما برای دو گروه از انسان ها در جایگاه دو نفر انسان بودن، حسد خوردن یعنی آرزو کردن دم جایگاهی از مردم اجازت است. پیامبر محبوبمون میگوید لا حسد الا اثنتين، رجل آتاه الله مالا فصلته على هلكته في الحق. حسد در عموم حرام است، اما انسانی آرزو کند که پروردگار مرا هم به مانند عبدالرحمن ابن عوف، عثمان ابن عفان و دیگر بزرگانمون که میبینیم امروزها هم هستند الحمدلله، نیکی ها میکنند، به دست راست میدهند، دست چپشون نمیفهمند، به خاطر خداوند نیکی میکنند، به خاطر خداوند میدهند. پس انسان آرزو کند گوید پروردگارا به من هم بده و در برابر نعمت‌هایت به من شکرانه اش نصیب بکن. پروردگار مرا هم دارا کن تا اینکه من به دیگران بدهم، من نیازمندان را بدهم. درست است، اسلام میگه دستی دهنده نزد پروردگار جل و علا خیلی محبوبتر و افضلتر و بالاتر است از انسانی که میگیرد. انسانی که زکات میدهد در نزد پروردگار بالاتر میستد جایگاهش. انسانی که صدقه میکند او جایگاهش بالاتر است از اون انسانی که میگیرد. پس در عموم شکر نعمت‌ها زندگی انسان را زیبا و مفید و فرحمند و انسان را قانع میکند. مهمتر از همه انسان را قانع میکند. پیامبر محبوبمون میگه اگر به فرزند آدم اگر وادی‌های از طلا داده شود، باز آرزو میکند که یک چند وادی طلای دیگه هم باشد. اگر 100 سال هم را استفاده کند تمام شوی ندارد وادی از طلا. اما انسان طبیعتش چنین است، چنین خلق شده است. تنها ایمان به پروردگار جل و علا و قناعتمندی انسان را از راه حرام، از حسد، از نگاه بد نگاه می‌دارد.